خدمت شما سلام و خیر مقدم. این که تعارف الکیه. ببینم تو برنامه چقدر حرمت ما رو نگه میداری. وقتی اون کم یک دو تا سوال دارم خیلی کوتاه جواب بدید. چی؟ تو استارت رفوزه شدی که ناکس، تازه گیرگیرت هم مالیدی به دیوار. اگه وقت کم داری سوالای خودتو درس بگیر. چرا جوابای من میزنی ناکس؟ کیتالا گازوئیل به اورانیوم غنی شده گفته جا کم داری تو جمع‌تر بشین. مقدمه رو تو نمیخواد بگی. آقا موضوع رو میزو الان همه میدونن. اون چیزی که رو میز عظماست. کابینه حاج آقا فریه. از بعد سیاسی شما این رأی اعتماد و نتیجه حاصل از اون رو چطور ارزیابی میکنید؟ مثلا غیر از بعد سیاسی بعد دیگه هم داره ناکس؟ میخوای از بعد هنری برات بررسی کنم یا ورزشی یا جنایی؟ ته حرفت راجع به این کابینه چی میخوای بپرسی؟ این مشکل آفرین نیست؟ مشکل آفرین که هست. پس برای چی شربت مداری داره یقشو تیکه پاره میکنه؟ ولی مشکل اصلی مقام عظما یه جای دیگه است به لحاظ استراتژیکی. این کابینه اون تیکشه که به چشم تو هم دیده میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفته بود مهمونی، یکی بهش گفت اون گلی که زدی به یقت خارش اذیتت نمیکنه؟ مشنگه گفت خارش که نه قابل تحمله، ولی گلدونش که تو پیرانمه خیلی اذیت میکنه. میخوام بهت بگم خبر نداری چه گلدونی زیر عبای مقام عظما رفته. میدونی این داستان کابینه میفهمی نشون دهنده چیه؟ این از یه بعد دیگه میتونه نشون دهنده پختگی و بلوغ سیاسی باشه که در کشورمون شکل گرفته. دیگه این بلوغ سیاسی در رابطه و تعامل بین سه تا قوا و بخصوص در شرایط فعلی تو این بحث رأی اعتماد قوه مجریه و قوه مقننه بود. وقتی از یه حرفای گنده میزنی راجع به یه موضوعی که اصلا حالیت نیست خوردنیه یا پوشیدنی، یاد این صحبت مرحوم ابوی میفتم که همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو شوته رفت کتابخونه کتابشو پس بده. اون کتابدار پرسید خب نظرتون چیه؟ کتابش چطور بود؟ این طرف هم اومد افه بیاد گفت شخصیت زیاد داشت ولی داستان درست حسابی نداشت. کتابدار گفت ناکس، پس اون مشنگی که دفتر تلفن ما رو برده بود تو بودی؟ حالا میخوام بهت بگم که بالاخره یه تلاشی بکن ببین میتونی مسئله رو حدس بزنی. من فکر میکنم اولین سوالی که به ذهن بیننده ها الان میرسه اینه که تکلیف اون سه نفر دیگه چی میشه؟ نه خیر، دوباره زدی رادیاتو سوراخ کردی. مشکل این نیست. میتونه یکی از وزرای دیگه باشه؟ نه. اون نوع دیالوگی که برقرار میشد بین نماینده ها و وزرای پیشنهادی اون چطور؟ خدایا فکر کنم زندگی من مثل کسیه که تو نسخه رایگان دنیا زندگی میکنه. اون قسمت هایش که همه جای دنیا باهاش صفا میکنن برای ما کار نمیکنه. یعنی چی؟ هیچی، یعنی سوهان اعصابی. همه مصاحبه میکنن صفا میکنن، من بدبختی میکشم. البته خوبه آدم یه گوشه از اوضاع عظما رو اینجوری میفهمه. تأثیرات جام زهرم همینطوریه. مقام عظما رو کله پا میکنه، کلافه میکنه. هر چی توی مدت خورده عین مواد مذاب از دماغش میزنه. عذر میخوام وسط صحبت شما. یه کف هم داره، یعنی بیشین بابا تو هم. این وضعیت مقام عظما بسط نیست، حتما باید کفم بکنه. بلی فقی گیر آوردی یا صابون ناکس؟ این حرفا رو کجا در میاری میزنی؟ یه سابقه فکر کنم وجود داره تو ذهن مردشور سابقه ذهنی تو ببرن که یه راست وصل میشه به زهر خوردن امام. فاصله بین زهر خوردن تا ارتحال به سال نمیرسی، ولی کمتر هم طول میکشید. تازه اون امام بود که با مقام عظما فیل و فنجون حساب میشن. تا خود امام نگفته بود کسی جرئت نمیکرد بحث آتش بس رو بیرونی بکنه. ولی الان هنوز هیچی نشده، میگن ظریف به اشتون گفته یه موقعی که مقام عظما خواب باشه زنگ بزن صحبت کنیم. خلاصه ما هر کاری کردیم وارد بحث زهرمار مقام عظما نشیم، آخرش تو باری کشوندی اینجا. حالا یه داستان از همین ظریف که صحبتش شد برای تعریف کنم فضا عوض شه. با اون ریشه بزیش رفته بود جنگل، یه پلنگه بهش حمله کرد، یه گاز از همین ظریف گرفت. بعد دیدن سریع ولش کرد، شروع کرد یه چیزایی زیر لب گفتن. پلنگه گوش کردن دیدن میگه که اومدیم بز بخوریم ولی مزه خر میداد.
تا یاد سوال دیگه نیفتادی زود تون سریع بگو خداحافظ. بینندگان عزیز بسیار متشکریم. خدا نگهدار. زد زیاد.